جنگ با خودش ویرانی و تلخی‌های زیادی میاره. در میان آتش و دود زندگی‌های بیگناه نابود میشن. خانواده‌ها از هم میپاشن. صدای گریه کودکان، ناله مادران یادآور درد و رنجیه که جنگ به جا میذاره. زیر سایه جنگ امیدها کمرنگ و رویاها نابود میشن. در نهایت هیچ پیروزی حقیقی در جنگ وجود نداره. تنها بازماندگان هستن که با خاطرات تلخ خودشون زندگی میکنن و به دنبال صلحی هستن. اسرائیل جنگ رو شروع کرد. متاسفانه از هموطنان عزیزمون هم که این جنگ به شهادت رسیدن. قطعاً ایران هم این رو بی پاسخ نمیذاره و همین الان هم در آسمان و زمین درگیر جنگ و دفع حملات هستن. با تمام سلیقه هامون و تمام مشکلاتمون امیدوارم به عزیزان و خودتون آسیبی نرسه. این کلیپ دلی بود و براتون آرزوی سلامتی میکنم به امید فردای بهتر در سایه صلح و آرامش.